درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. امروز 10 میلیون است و همراه با شما در پخش مستقیم می‌بینیم که در تاجیکستان و دنیا چه خبر است. نخست سرخط موضوعات. در سالهای آخر تاجیکستان رشد بزرگ داشته است، اما چرا آن در جیب مردم احساس نمی شود؟ با سهم مهاجران و افراد خیرخواه در ولایت سوخت ساکنان به بازسازی پل آغاز کردند که نیم عصر پیش ویران شده بود. با یاردم خلق، با یاردم بچه‌های همین رسیدنده بودگی هم کار سر کردیم و پول کوپرک میگیم. تأثیر جنگ در عرفه عید قربان امسال بازار چارواپروران فلسطینی سرد شده است. ما در دوام 8 ماه گذشته درآمدی نداشتیم. آماده بودم که چاروای برای قربانی در راه خدا بخرم، ولی کارم آمد نکرد. روز دوشنبه در جلسه شورای رشد ملی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تاکید کرده است که در 8 سال اخیر سرعت رشد اقتصادی ملی به حساب میانه 7.4% را تشکیل داده. سازمان‌های بین‌المللی مولوی تاجیکستان را کشوری دارای اقتصادی تیز رشد یابنده ارزیابی نمودند. مقصد از برگزاری این چاره‌بینی نتیجه گیری از رفت تطبیق فاصله‌وی استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای تا سال 2030 و معین کردن افضلیت‌های منبع رشد بوده است. به قول امامعلی رحمان حجم مجموع محصولات داخلی در این دوره 2.6 برابر و به هر نفر اهالی 2.3 برابر زیاد شدند. به گفته پرزیدنت درآمدهای پولی اهالی 4.4 برابر، مزد میانه مهنت بیش از 2 برابر، اندازه نفقه نهایی 1.9 برابر و شماره صاحبکاران 1.6 برابر افزایش یافته به بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت نمود. امامعلی رحمان افزود در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای سری وقتی حکومت کشور سطح کمبیزاتی از 31% سال 2015 تا 21% در سال 2023 کم شده است. این رقم‌هایی که از زبان پرزیدنت تاجیکستان صدا دادند واقعا هم بزرگند. با نظر داشتی آنکه آمارهای زیرین را سازمان‌های بین‌المللی خلاصه کردند، به حقیقت نزدیک بودنشون شبهه را از بین میبرد. اما چرا این بهبودی در وضع اقتصادی و حیات روزمره مردم زیاد احساس نمی شود؟ با این سوال ما به اقتصادشناس فاضل جان فتح‌اللهیف مراجعت کردیم. پرداخت‌ها افزوده می‌افزاید که آن با حیات زندگی مردم وزنی کرده احساس. به فکر من بالوروی نرخ‌ها هم باید قید کرد. اول خصوص درباره بالوروی نرخ برق، نرخ پرداخت‌های کمونالی و هوکازو و غیره، نرخ پرداخت خواندن کودکان و غیره باید گپ زد. نرخ هم موافقت میکرد با معاش مردم. آن وقت رشد نظر است افکتیوی باوری کامل میتوان گفت که در حقیقت رشد هست. اندیشه اقتصادشناس تاجیک را شنیدید و دوستان عزیز، اگر شما نیز در این موضوع گفتنی دارید میتوانید زیر همین برنامه نظر خود را نویسید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. امروز نتیجه های انتخابات پارلمان اروپا که از 6 تا 9 ایون در 27 کشور عضو این سازمان دایر شده بود به پایان رسید. غیر چشم داشت ائتلاف حاکم در این انتخابات موقع خود را حفظ نموده است. تفصیلات را در گزارشی همکارم شعلای عبدالله همراه می‌بینیم. برخلاف انتظاری و نگرانی ها، انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا تناسب نیروهای سیاسی این ائتلاف را تغییر زیاد نداد. وضعیت به صورت عموم به طور پیشینه باقی ماند. انتخاب کنندگان از 27 کشور 720 وکیل را انتخاب کردند که اکثر آنها مرکزگرا و قسمی هم مرکزگراهای دستی راستی هستند. این در حالی است که گفته میشد در زمینه مخالفت ها با کمک اتحادیه اروپا برای اوکراین و دشواری هایی که جنگ روسیه در اوکراین به میان آورده است، پاپولیست ها برتری پیدا خواهند کرد. البته این وضع به تاثیر هم نبود و برای نمونه پاپولیستان راستگرا از الترناتیو برای آلمان صرف نظر از ماجراهای پیش از انتخاباتی که آنها را برای رابطه داشتند با کرمل متهم می‌کردند جای دوم را گرفتند. به صورت عموم مخالفین پیروز شدند. اتحاد مرکزی راستگرایان با فاصله بیشتر از دیگران در جای اول قرار دارد. آواز بیشتر را همچون حزب نوی اتحادی
Сара Вагенкнехт ба даст овард ки зидди кӯмаки низомӣ ба Украина аст. дар Фаронса популистони ростгаро аз Иттиҳодияи миллӣ пешсафанд. Бино ба натиҷаи овоздиҳии райдиҳандагон онҳоро 2 баробар бештар аз ҷонибдорони Эммануэл Макрон, раиси ҷумҳури кишвар дастгирӣ карданд. дар посух ба натиҷаҳои пешакии интихобот, раиси ҷумҳури Фаронса эълон кард ки парлумони Фаронсаро пароканда ва 30 июн интихобот таъин хоҳад кард. با وجود این رویدادها در 2 کشور اساسی اتحاد فرانسه و آلمان بنا به نتیجه های پیشکی اکثر آوازها را حزب خلقی اروپا به دست آورد. آن از 720 کرسی پارلمان 184 کرسی را اشغال کرد. این گروه از سال 1999 به این سو همیشه در جای اول است. اما پیشرفت نسبی راستگرایان و پوپولیست‌ها ممکن است که موضع‌گیری اتحاد اروپا را در مسئله محیط زیست و قبول مهاجران شدیدتر کند. 100 عضو نوی پارلمانی اروپا با یگان حزب و حرکت همراه نیستند و موضع‌گیری آنها حل کننده خواهد بود. در این بین سوسیال دموکرات‌ها، چپگرایان و سبزها کمترین حمایت را به دست آوردند. در آوازدهی نزدیک به 360 میلیون انتخاب کننده شرکت کرد که به گفته ناظران سطح اشتراک را نظر به سال 2019 بیشتر نمود. در این انتخابات پارلمانی بیش از 200 حزب و حرکت‌ها برای وارد کردن وکیلان خود به پارلمان اتحاد اروپا رقابت داشتند. انتخابات خوب و آرام گذشت ولی مهمترین نکته این است که این مجلس هرچند قانونگذار است قطعنامه و قرارهایش برای اتحاد اروپا حکمی حتمی نخواهد داشت، هرچند در تعیین سیاست‌های ائتلاف نقش خواهند بازید. شالای عبدالله رادیوزادی، شهر بروسل، بلژیم. برمیگردیم به تاجیکستان. در شمال این کشور از حساب مهاجران مهنتی و ساکنان خیرخواه پولی را ساخته ایستادند که تقریباً 50 سال پیش تخریب شده بود. این پل در حدود ناحیه باباجان غفورов قرار دارد و یک راه مرزی با ازبکستان است. رانندگان و باشندگان منطقه میگویند طول این سالها تقریباً هر سال برای گذشتن مشکل داشتند. تو این وقت راه در چه وضعیت بود؟ فرزان محمدی گزارش میدهد. این راه شمالی ترین منطقه تاجیکستان، ناحیه اشت و چندین دهه های ناحیه باباجان غفورov را با مرکز ولایت سوخ پیوند می سازد. به سبب بارشات زیاد، جویبار کنار همین راه هر سال شاهد آمدن سیل می گردد و حتی لوله زیر راه را با لایابه و قم و شغل پر کرده است. به همین سبب آبها بسیار وقت به بالای راه جاری می گردند و رواهای نقلیات را خطرناک می سازند. همکنون رانندگان و ساکنان منطقه امیدوارند که با ساختن پل کلانتر به جای این راه مشکل عمدهشان برطرف خواهد شد. از این راه همه روزه صدها نقلیات مسافربر و بارکش می‌گذرد و راه دیگری نزدیکتر به منطقه وجود ندارد. اگرچه راه‌های ناهموار و مشکل گذر به دهه‌های جماعت اسماعیلی ناحیه باباجان غفورov و ناحیه اشت یک مسئله باشد، چند دفعه فرو رفتن راه بالای آبگذر مسئله دیگر است. نه بعضی سیل بیاد اگر سیکینگ گذاشتن بره همین کوپری اینجا شواد ناز میشن از کوپری که ناو شده است ناو شده هم خرسان من ماشین بین کلام بودم تو همین دوره‌های شوروی بوده پیش از همین سال چند 73 یا 74 بود این کوپری همین وایرال شد همین قطعه این طرف راه شدگی اول اساسا راه منمی بود راه اش تو منمی. حالا ساکنان دهه پلی را ساخته ایستادند که نیم عصر پیش ویران شده بود. ظاهراً در زمان شوروی و استقلالیت هم به بازسازی توجه نشد و مهاجران مهنتی و نفران خیرخواه منطقه به این کار عزم نمودند. اهل قشلاق همین جماعت اسماعیل با یاردم خلق با یاردم بچه‌های همین رسیدنده بودگی هم کار سر کردیم و پول کوپرک میگیم همین حال قریب 1 سال شده است از همون تحکرسیش سر کرده تا حاضر قریب 1 سال شده است خدا خواهد بعد یک 2 ماه 3 ماه پول به کار استفاده برده میشود. ناحیه اشتم بچه‌ها یاردم کرده اینجا. درازی پل 12 و پهناییش 14 متر است. همچنین برای ساکنان راه پیاده‌گرد عمل خواهد کرد. بلندی پل ماشینگذر تقریباً 5 متر از سطح آب بالا است و تا 130 تانه را میتواند بردارد.
شاهراه ناحیه اشت و راه ناحیه باوجان غفوروف که تا مرز ناحیه پاپ جمهوری ازبکستان پیوست می شود، یکی از راههای خرابترین تاجیکستان دانسته می شود. ساکنان آن بارها با مبلغ دست جمعی راه را دربه و چقرپوش کردند و مقامات کشور وعده داده است که تعمیر کلی خواهد شد، ولی از آغاز آن تا هنوز درک نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. کتیب دولتی آمریکا انتونی بلینکن تصمیم گرفته است که روز 10 ایون از مصر و اسرائیل بازدید نموده گروه حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا همچون سازمان تروریستی ارزیابی می شود و همچنان حکومت اسرائیل را به آتش بس در غزه وادار کند. هدف دیگر این سفر جلوگیری از توسعه نزاع به خاک لبنان است. در آخر ماه می پرزیدنت آمریکا جو بایدن پیشنهاد آتش بس در غزه را مطرح کرده بود که از 3 مرحله عبارت است: ختم دشمنی و آتش بس، تبادل گروگان‌های اسرائیلی و محبوسان فلسطینی و احیای غزه. هنوز این برنامه رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی می باشد، ولی یک عده ساکنان منطقه غزه که با خبرنگار ریترز هم صحبت شدند میگویند جنگ به تجلیل عید قربانی امسال تاثیر گذاشته است. در عرفه عید قربان امسال بازار چارواپروری فلسطینی بلال اشور گرم نیست. او میگوید که 8 ماه جنگ تجارت او را در وضع ناگوار قرار داده است. این جنگ باعث تلفات شمار زیاد گوسفندان گردید. چاروا کم مانده است. نرخ‌ها بالا رفته، برای غذا هم مبلغ بسیار لازم است. گوسفندان غذای کافی استعمال نمی‌کنند. ببینید چه خیلی لاغر هستند این گوسفندان. عید قربان و یا به اصطلاح عید الاضحی یکی از 2 جشنواره مهمترین مسلمانان بوده در انجام مراسم حج با قربانی چاروا در راه خدا صورت میگیرد. امسال عید قربان شام شنبه 15 ایون آغاز یافته تا روز چهارشنبه 19 ایون ادامه میکند. ساکن منطقه دیر البلح غزه ابو محمد میخواست برای عید قربانی کند، ولی نرخ‌ها را دیده به خلاصه آمد که احتمال امسال برای تقدیم مال قربانی به نیازمندان امکان نخواهد داشت. در دوام 8 ماه جنگ همین گوسفندان باقی ماندند. چاروا پروران برای 1 کیلو گوشت این چاروا 16 دینار اردنی طلب میکنند که با 22 دلار آمریکایی برابر است. من این خیلی پول ندارم. ما در دوام 8 ماه گذشته درآمدی نداشتیم. آماده بودم که چاروای برای قربانی در راه خدا بخرم، ولی کارم آمد نکرد. مناقشه اخیر اسرائیل و فلسطینی ها 7 اکتبر سال 2023 بعد از حمله جنگجویان گروه حماس به اسرائیل و گروگانگیری اسرائیلی ها آغاز یافت. حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی عنوان گرفته است، بیش از 1200 نفر را به قتل رسانده، 10 نفر دیگر را به گرو گرفت. در رفت عملیات جوابی ارتش اسرائیل در غزه به قبل نهادهای فلسطینی نزدیک به 37,000 فلسطینی به هلاکت رسیده است. ابو مازین مکان دائمی زیستش را ترک نموده در منطقه دیر البلح پناه برده است. او گمان ندارد که امسال ساکنان غزه به برگزاری چاره‌بینی‌های عنعنوی عید قربان قادر خواهند بود. عید قربان یک جشنواره خاص برای ما مسلمانان است. هر سال ما به بازار رفته برای قربانی چاروا می‌خریم. این عمل یک احساس فرح می‌آورد. اما ابو مازین علاوه می‌کند که امسال در غزه این رمز عید قربان ظهور نخواهد کرد. سلیمان جوبیرов در روسیه گم و در بازداشتگاه دوشنبه یافت شد. پیوندانش گفتند با گذشت چند هفته درکی سلیمان جوبیرов را پیدا کردند. این مهاجر 43 ساله تاجیک 8 اپریل در شهر سمره روسیه به طور مرموز ناپدید شده بود. حالا با اطلاع نزدیکانش در بازداشتگاه در شهر دوشنبه است و با همکاری با گروه 24 سازمان مخالف حکومت متهم می شود. تفصیلات در وبسایت ما. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یک شما که تا این لحظه با ما بودید. دوستان عزیز، خبر و ویدیوی بیشتر چون میشه میتونید در وبسایت ما azadi.org بخونید و تماشا کنید. این چنین با صفحه های رادیو آزادی باشه با پای اجتماعی بروید. خود را احتیاط کنید. در این وقت نگهبان.